با سلام و درود به همه بینندگان، شنوندگان و مخاطبان فرهنگ دوست برنامه زورق ادبیات در هر کجای جهان که هستید. درود ویژه به اهالی قلم که این برنامه را پیگیری میکنن. ساعت 21 اروپای مرکزی هست، 12 ظهر به وقت لس آنجلس در آمریکا و 23:30 به وقت میهنمون ایران هست. امشب دوشنبه 5 تیر 1396 برابر با 26 ژوئن 2017 هستش. 75مین قسمت از برنامه زورق ادبیات را به سماع نظر شما میرسونیم. شادی ساوجی هستم، تهیه، تولید، اجرا و ضبط این برنامه با من هستش. هدف ما از این برنامه انعکاس صدای اهالی قلم و معرفی کتاب هست. امیدواریم که از طریق این برنامه بتونیم بر افکار عمومی تاثیرگذار باشیم. امشب هم راجع به یک کتاب و همراه خالق اثرمون در خدمت شما هستیم در چارچوب گفتگوی دیگه مهمان خانه های شما. عنوان کتاب امشب برنامه ما کتاب شعری هست با عنوان یواش های قرمز. شاعر این کتاب خانم شیدا محمدی هستند و ناشر این کتاب هم نشر ناکجا در فرانسه است که در سال 2015 این اثر را در حجم 84 صفحه به زبان فارسی منتشر کردن. امشب راجع به این کتاب قرار هست که صحبت بکنیم و شما تصویر این کتاب رو الان ملاحظه میکنید. باز میگردیم و میخوایم راجع به اشعار این کتاب با شاعر این کتاب به گفتگو بنشینیم. این کتاب در برگیرنده اشعار سپید خانم شیدا محمدی هست که راجع به مسائل مختلفی در اونها صحبت شده. سرکی خواهیم کشید به قلم شعر شیدا محمدی و در این کتاب چرخه خواهیم زد تا با دغدغه‌های این شاعر آشنا بشیم. شاعر در این کتاب میگه که دارم با صدای بلند ابرها شعر میگویم. برای همین میریم به سراغ شاعری که میگه با صدای بلند ابرها شعر میگه. با زورقمون به آمریکا سفر خواهیم کرد، به شهر اروان و گفتگوی بیشتری را راجع به این کتاب با شاعر این کتاب در واقع شروع خواهیم کرد. هم سفر ما در این زورق باشید و برنامه ما را دنبال کنید. خانم شیدا محمدی مهمان امشب ما هستن، ایشون شاعر و پژوهشگر هستن. به برنامه ما خوش آمدید و درود فراوان بر شما. من هم درود و عرض ادب خدمت بینندگان شما هر کجا از این جهان ما هستید. خانم شیدا محمدی، قبل از اینکه راجع به محتوای کتاب با شما به گفتگو بپردازیم خواهش میکنم که یک بیوگرافی کوتاه از خودتون برای ما و مخاطبان این برنامه فرهنگی تعریف کنید، چون اولین بار هست که به این برنامه تشریف میارید و احتمال داره مخاطبانی باشن که با شما کمتر آشنایی داشته باشن. برای ما بگید که شیدا محمدی کی هست، چی کار میکنه، در چه زمینه تحصیلات داشته و زندگیشو چطور گذرونده و در واقع شیدا محمدی رو از زبان شیدا محمدی برای ما تعریف کنید در 10 دقیقه. در واقع میتونم بگم چون شعر منو به این هیجان و شاید سرگردانی در جهان کشونده و این از کودکی با من بوده، عشق به طبیعت و همزیستی با طبیعت. یک جوری میتونم بگم من هویت درونی به نوعی توی درخت ها و چون زاده تهران هستم در درخت چلو میافتم و این شاید طبیعت گرایی و اون حضور اشیا در اشعار من نمود پیدا کرده و سفر هنوز تنها جذابیت جهانی که به من شوق و وجد میده و شاید همینه که اگر این چه شعر بسیار یواشای قرمز هم بخونید هر کدوم شاید در یک شهری از این دنیا داده شده. من دانش آموزی رشته زبان و ادبیات فارسی هم در حوزه زنان و ادبیات در روزنامه کار می‌کردم. در مورد صفحه زنان بودم. آخرین
شماره مجله فرهنگ سال تهران در بهمن سال 1382 منتشر کردم که از اون به بعد ممنون شدم. کتاب‌هامو که در اون زمان فقط متن درش رو بسیار بود و اصلا دوباره در وزارت ارشاد واقع شده بود و جمع کردم و من از پاییز 82 در حقیقت به ترتیب اومدم، یعنی وادار به این تبدیل شدم. از اون سالم توی رسانه‌ها برنگشتم ولی فعالیت روزانه‌ای رو تمام ادامه دادم. دست به ارتباط روزنامه‌ها مثلا که فارسی زبان خارج از کشور بیشتر می‌کنم چون در داخل متاسفانه شاید توی 15 سال اخیر فقط 2 شعر از من در تهران منتشر شده. کتاب عکس‌العمل اشتراکی رو اولین بار به صورت زیرزمینی در سال 2006 در تهران منتشر کردم. بعدها آموزش سال 2012 منتشر کرد. بعد هم چاپ سومش رو در قد مجله تحت در قد نشر تحت و بکنم که همه می‌دانست منتشر کرد. چاپ سومش با یه طرح جدید یواش امروز بهار 2015 منتشر شده. کتاب تاپل فرمانده می‌کنه تابستون شده شامل 50 تا شعر نیمه‌نامه من با 50 عکس از فروش بهتره به دانشگاه لیسبون در کالیفرنیا منتشر کرده. من از سال 2015 شاعر مهمان و محقق دانشگاه لیسبون کالیفرنیا هستم. این هفته کتاب آگین اگنست فیت که در حقیقت مجموعه اشعار انگلیسی‌نامه دانشگاه لیسبون منتشر کرده و همراه سیدی صدای شاعر از کتاب تاپل مختلف تابستون شده. در یک سال گذشته من یک مقاله تحقیقی کاری کردم در ایرانی مفهوم وطن در شعر معاصر که اون هم رسیده در دانشگاه لیسبون منتشر میشه. پیش از این به صورت سخنرانی من یک گزیده‌ای از این مفهوم و مقاله تحقیقی رو در دانشگاه اجرا کردم. سال 2010 هم در شاعری مهمان دانشگاه مریلند بودم. یک سال اونجا ادبیات معاصر در دانشگاه آمریکا تدریس می‌کردم. حدود 10 سالیه که در آمریکا تدریس می‌کنم زبان و ادبیات فارسی. در اوقات فراغتم بیشتر سفالگری می‌کنم، مجسمه می‌سازم. گرد منو به خواب و اون حواظه هستی نزدیک می‌کنه برای من بسیار آرامش درونی میده. و نقاشی من نقاشی بیشتر دانشگاه در هنگال عباسی کردم. بیشتر نقاشی و حرکتی خیلی فلسفه و ادبیات بیشتر می‌دانم که تحصیل بزرگتر انسان‌های معاصر. خیلی ممنون خانم محمدی. علت خروج شما از ایران و ممنوع قدم شدنتون چی بوده؟ اگر لطف کنید این را برای ما توضیح بدید بیشتر. بفرمایید. من سال آخر دانشکده بودم که در حق چاپ داستان‌ها شعر در روزنامه‌ها و میتونم کد کنم چون میگفتن که نثر متفاوت دارن. من دعوت کردم روزنامه و شاید بتونم بگم که از سال 78 بود که من جذب روزنامه شدم و دقیقاً به خاطر ویژگی نثر متفاوتی که داشتم. اول با گزارش اجتماعی شروع کردم، رفته و همزمان ادبیات که در روزنامه همشهری و بعدا همچنین در روزنامه‌های دیگه. اما کنارش من علاقمند و شاید بتونم بگم برای یک اتفاق جذب حوزه زنان شدم. این مستوری، این تبعیض، این سرکوب، این سنگسارها، اعدامها، طلاق‌های یک طرفه که در سال‌های بسیار رواج دارد، مادرهایی که
برای هزار بچه‌شون یک دادگاه کامل سرگردان دیدم و حق هزار بچه‌ها که 2 ساله دیگه شامل موجود خیلی شرایط سختی بود که باز بستگیش قطع همسر و دادگاه داشت. شاید تمام اون فشارها، گریه ها، تسلیم ها توی من یک طغیانی رو ایجاد کرد که صدای زنانی روشن که به خصوص زنهایی که در مرکز کشور زندگی می‌کردن و صدایی نداشتن، به خصوص زنان خوب، زنان بلوچ، زنان استان گلستان، زنان عرب و اقلیت‌ها. همین رفته منو جذب حوزه‌های وسیع‌تری کرد. یک بخش پنهانی از جامعه که حتی از تیررفت نگاه من که زاده تهران بودم پنهان می‌گرفت به عنوان شهروندهایی که شاید خود قانون، خود جامعه و خود حکومت نمی‌خواستن که دیده بشن. زنان فرهنگی، زنانی که مورد تجاوز محارمش رو قرار گرفتند، زنانی که به اجبار به ازدواج با مردمی که از اینها بسیار بزرگتر و دارای همسر و فرزند بودن، عقدهای اجباری، طلاق‌های اجباری، بچه‌های نامشروع به زنان حکومت و بفرستانی. اینها باعث شد که من در این حوزه ناخودآگاه کشیده شدم. شاید یک بار دیدار یک دختر جوان بسیار زیبایی تو پاکستان توی سال‌ها که از خونه فرار کرده و هیچ جایی نداره. باعث شد که من با یک هسته از مبتلا و فعالین زنان و نماینده مجلس علمی رو در مجلس ششم بودم. بحث داشتم که برای اینها یک پناهگاه تربیت کنیم و علاوه قانونی کمکش کنیم که دارای حقوق انسانی و شهروندی میشن، کاری میکنن و به خاطر اون آسیب‌هایی که در حال در خاطر تجربه‌شون وارد شده بود امکان یک مشاور روانی داشته باشن. کشیده شدن این گزارش‌های شروعی میلیونی ایران اعتماد و همشهری‌ها در این سطح زنان بودن 6 متر کشیده می‌دارد از مجلس و وزارت ارشاد بگیرن، ولی متاسفانه بیشتر 6 متر دوام نیومد. سفر بستن به علت همین گزارش‌ها آخرینشون به خاطر پیدا کردن جسد هستن توی پارک جنگلی لبیزه که من گزارشش رو از سرویس حوادث گرفتم. دست شدم که ببینیم چون همه کسشون زن هستن زنهایی که توی تجربه شده می‌دارن در حال و یه بحث مربوط شد به یک پرونده خیلی ظاهراً این سال‌ها مخفی‌تر و پیچیده‌تر که بانی تعطیلی سختشون خیلی دلیل روشنی رو به من ندادن. یکی من رفتم می‌کنه که مثل شهر من به سرکار می‌بستم تمام وسایل من رو کنار آسانسور قرار بودن و به عنوان چیز روزنامه برداشت کردن. هیچ کسی همین همکارانی که توی تحقیل بودن که هست هر روز و هر هفته ما با هم صحبت می‌کردیم و سفر می‌رفت که اتاق تحقیقی اینا با گرافیک که صحبت می‌کردن. همه اونها کاملا من نادیده گرفتن و حضور من مثل همون زمینی که من دارم می‌کردم من ساعت 8 دچار برنامه‌ای که سردردی هم مورد مسئول منتظر می‌بود که فقط من نمی‌دونم چه اتفاقی افتاده. هنوزم که هنوز من نمی‌دونم دستور از کجاست که برای چون سخت هست. باش بسیار خوب. اگر موافق باشید کمتر در واقع وارد جزئیات موضوع بشیم و بریم سر اصل کتاب. برای ما بگید که یواش‌های قرمز یعنی چی؟ اسم کتاب رو چرا یواش‌های قرمز انتخاب کردید و تعبیر شاعرانه خودتون از این ترکیب چی هست؟ یواشون خالی عمیقیه که در ما آروم گرفته و پنهان از این سخن میده، هشدار میده. مثل یک بخشی در کتاب هست دستش را روی سرت گذاشته به آب نگاه کن.
در واقع با نشانه های عاشقانه به ما میگه شو، خطر کن، عاشق شو، از این گوشه امن خلوت بیرونی، از این خوشبختی ساختگی پردیس کن. و دقیقا قرمز کجا اتفاق میفته، یواش کجاست، یواش در خودش نمیشه. در این وقت قرمز اون آتش پنهانه، اون عشق پنهانه، اون حرف پنهانه، رنج ناشی از یک کاهش شکنیه. دقیقا یواش قرمز نشانه‌های عاشقانه تنها با پنهان کردن آنچه که بیان میکنه میتونه مخاطبش رو مورد خطر. سوال دیگه این که داشتم که در اشعار کتاب، در سراسر اشعار کتاب این رنگ قرمز هم خیلی به چشم میخوره. راجع به کار کرده این کلمه میخواستم در اشعار سپید شما صحبت بکنیم و در واقع تکرار مداوم این کلمه قرمز در اشعار. من چند نمونه رو فقط اشاره بکنم از اشعار کتاب: خانه قرمز، دمپایی قرمز، ناخن قرمز، پیراهن قرمز، دست قرمز، دامن قرمز. همه چیز در این کتاب به نوعی قرمز هست. درباره احساس شما یا اندیشه شما در پشت به کار گرفتن این واژگان میخواستم بیشتر بدونیم. یک بریده از شعر سالبند تو نظرم اومد: در گرگومیش این هوا، صدای داغ رو این کاج‌های سوزنی که آدم‌های یواش بودند، با همین درخت‌هایی که اسمشان را نمی‌دانم و هر روز با باد حرف‌های قرمز می‌زنم، از اسمت خوشم میاد. راست میگید، راستش به هر حال لحظه‌ای که من شعرها رو می‌نوشتم به این نمود و به این تاثیر رنگ توی شعرهام فکر نکرده بودم، ولی به هر حال قرمز اون عشق پنهان، اون هشدار، اون خطر، اون مرزهای نامرئی که خود من به شخص روانی یک زن شاید در نوردیدم، یک زن شاعر در یک کشور جهان سوم با یک حکومت دیکتاتور اسلامی. در این حال رنگ قرمز رنگ ممنوعه، در این حال رنگ زنانه. در تمام سال‌هایی که من در تهران زیستم، این شادی، این رها بودن، این آزادگی که رنگ به من و هم نسلان من میدن از ما گرمی کرد. و شاید برای من صدای اعتراض، صدای زنانه که پنهان شده، خفه شده، سرکوب شده. حتی تا این هست که من یادم در دوره دبستان یکی از همکلاسی‌های من که 10 تا از من کوچکتر بود و خیلی شده این دوره نمی‌گفتیم قاعده یا دوران کرده بود و خودکشی کرد. حتی این تاثیر عمیق دردناک که روی من گذاشته بود از اینکه ما حتی به عنوان زن نه تنها دسترسی به این آگاه شدن و علم راجع به تن خودمون نداریم، مثل این کشورهای غربی که بچه‌ها از سنین خیلی کم با ارگان‌های بدنشون آشنا میشن، با سیستم بدنشون و تفاوت‌های فیزیکی و بیولوژیکی زن و مرد. ما نه تنها از این محروم بودیم، بلکه اگر این اتفاق بیفتاد همیشه تکفیر می‌شدیم، همیشه با احساسی از شرم، خوف و گناه آلوده بودیم. حتی این قاعده بود. من فکر می‌کنم یواش قرمز صدای اون سرکوب هست، صدای اعتراض زنانه، صداش میاد از صدای. بسیار خب. برای من این قرمزها در کتاب شما تداعی کننده کتابی هست از خانم سیمین بهبهانی به نام با قلب خود چه خریدم و ایشون در اون کتاب توضیح میدن که من در ازدواج دومم همه در واقع وسایل
ازدواجم رو به رنگ قرمز خریدم و لباس قرمز، کیف و کفش قرمز و عروس قرمز پوشی بودم اون موقع. راجب یکی دیگه از در واقع کلماتی که شما در این کتاب شعر زیاد استفاده کردید، اگر موافق باشید صحبت بکنیم راجب تبریز صحبت بکنیم. و در واقع میشه اینطور گفت که شما از تبریزی ها، درخت تبریزی، تن تبریزی و واژگانی از این دست که در واقع بعضی ها هم بازی های زبانی هست زیاد استفاده کردید و کمک گرفتید. علتش رو میخواستم بدونم و در واقع این تبریزی در شعر شیدا محمدی رو استعاره از چی باید بدونیم؟ سپاس. پیش از اینکه جواب سالس رو بدم، این گفته شما من یه زن سرخپوشی میدونه فردوسی هم میدفعه چند سال پیشم یه اجرایی دخترهای جوان در خیابون درست و قرمزپوش ظاهر شده بودن. تبریزی ها حقیقتش اینه که واقعا نمیدونم وقتی می‌نوشتم حتما خودآگاه من بهش آگاه نبوده، اما همونجور که بهتون گفتم من درخت شاید یک عنصر طبیعی از این هستی هستش که من مشکل خودم رو در حقیقت significant آیدی ببخشید در حقیقت یک جور هویت من در این هستی، من یک جور خودم رو توی درخت ها دوباره می‌بینم، یک جور زادگیه، یک جور دایشه برای من. حالا تا زمانی که در تهران زندگی می‌کردم چنار در حقیقت نماد زادگاه من بود و شاید تغییر رنگ‌ها و درخت تبریزی و درخت افرا شاید بخاطر این سفیدی تنش، این باریکی، این لختی لختی و معشوقه اهل تبریز من به اضافه اینکه تمام کسانی که به نوعی ادبیاتشون و خودشون اون خشمین پوش کنسه در حقیقت اونگونه که حافظ میگه در شمس تبریزی میگه از شمس تبریزی به بعد انگار به نوعی وامدار اونجاست، نمیدونم. ولی به هر حال شاید بتونم بگم که یک درآمیختگی از تمامی این پدیده ها و عناصر. بسیار خوب. یعنی خودتون اینطور تحلیل میکنید که این تبریزی که مد نظر شما هست میتونه متأثر از ادبیات کلاسیک و عرفانی ایران باشه. آیا این تبریزی که بفرمایید آیا این تبریزی که اشاره میکنی دقیقاً همون شهر تبریز هست که مورد نظر شماست یا اینکه یک تبریزی در خیال و ذهن خودتون خلق کردی؟ در واقع اون چیزی که من میدونم که همه شهرهایی که در این کتاب یواشکی قرمز اومدن مثل تهران، مثل استانبول، مثل تبریز، آلینه هایی که به خاطر دارم، یک بخشی از نمادهای اون شهر رو تو شعر هست، برای که شاعر با نشان گذاری ها در حقیقت یک شهر آشنایی رو تو ذهن مخاطبش که اول میاد و تداعی میکنه، اما معنای دورتر شهریه که شاعر در ذهن مخاطبش میسازه، شهریه که شاید آرزوی اونه، شهریه که حسرتشه، شهریه که شاید عاشق شده، شهریه که شاید دلش میخواد عاشق بشه، مثل اون که میگه آن روزهای شورنگی تبدیل عاشق زنی بود با گردن بند پیروزه‌ای جان پناه صبح که از قلب شعر با ناز میآمد تصادف سخت بحر را نمیدونم این تبریزی که شاید در شعر بیداری به خیرهای سفید میآید خلق میشه شهر معشوقه، شهری که خیلی دور از عاشق، شهری که بانی این فاصله است در اینها، ولی خب نمادهای اون عرفان و ستیزه نمو داره، شاید
اون زبان تلخ و گردنگیرشان که همه شاید اون روندگی مشهوری که تحت شمس داره و اون دیوانگی که مولانا در کنش و خیلی عقبه ها جان من عجیبه با ادبیات کلاسیکی و مثلا در خلوت من دارم در حال مرور باستانی ها که برخی من با اینها زندگی کردم بزرگ شدم و میتونم بگم که برخی من فکر میکنم عقبه شعر من بود برخی وامدار ادبیات فنی. خانم محمدی شما در این کتاب علاوه بر شرح تبریز در اشعار دیده میشه که این اشعار در تنوع جغرافی خیلی زیادی سروده شده. شما این اشعار را در کشورهای مختلف مثل سوئیس، شانگهای، در چین، لس آنجلس در آمریکا، خانه نویسندگان در دانشگاه مریلند و کشورهای دیگه گفتید. این در واقع تنوع جغرافی در اشعار این کتاب به چشم میخوره. آیا نشان دهنده طبع شما به سفر و جهانگردی هست و تأثیر این جهانگردی را بر شعر خودتون میخواستم بدونم؟ شاید بیشتر تأثیرش رو باید از همین بسیار سفر باید تا گفته شود. این از کودکی همیشه شاید توی ذهن من بود ولی به هر حال من جان جستجوگر رو ناآرامی دارم، یعنی همیشه در پی یک تازگیم. وقتی زندگی روزمره شاید مکان آشنا، آدم‌های آشنا، نام‌های آشنا در این حال که به قول نیما شیر رزق روح هم شدن یاد بعضی نفرات روشن می‌دهد در این حال که باعث آرامش روانی منه این پارادوکس همیشه تو وجود من به دست میاد. در این حال گریزانه، یعنی من بعد از سالها دیگه اونو پذیرفتم خیلی پیش از این شاید خوشی جنگیدم برای که بتونم مهارش کنم. شاید یک داری سر کردم به خاطر که بتونم بابایی یک مهاجر دوون بیارم در این کشور خودم با ساخت و ساز و زندگی اینجا سازگار کنم. اما واقعا بعد از سالها فهمیدم روان من بیقراره، در هوای بیقرارم این بیقراره همیشه که وجود من دیگه برشد. یه وقتی من فکر کردم شعره و در جستجوی شعر برای که بتونم آن زبان تازه و جان تازه و تصویر تازه بیارم سفر کنم و هنوز میگم در این سفر تنها قسمتی از این هستی و زندگی که هنوز برای تازگی داره لذت میده و پر از کشف و شهوده سفره. دیدن آدم‌های تازه شاهدش و کشف یک سنت‌ها، تاریخ، زبان ملت‌ها و قوم‌های دیگه در گوشه کنار جهان نشان دارم می‌خواستم جاهایی که دور از دسته. میتونم بگم مثلا یک شهری که باها در صورت یک تصویر به صورت یک رویا باها در ذهن و خواب آینه کشا شده مثلا مراکش یا استانبول یک جور نماد شهر عاشقانه باران‌خورده‌ای که وقتی رفتن سیستم که سالیانی توش در اینجا زیسته بودن یا شانگهای پکن این دیوار بلندی چون یه جور مرد جایی بوده که من دیوار چون مثلا زانوهای من لرزه این حالتی که سجده میدن شاید واقعا به من دست دارم. من دنبال شگفتی این لحظه‌ای که بعد من خیلیای حالت میکنم خیلیای بعد همه آنچه که میکشم بخاطر شده. دقیقاً باز هم شاید این تحلیل را ما نیاز داریم که تاثیر سفر را شما بر خودتون بیشتر الان گفتید بر شعرتون چه تأثیری داشته از نظر صور خیال، از دیدگاه های تکنیکی شعر شما
چه تأثیری پذیرفته از این سفرهای زیاد؟ خب طبیعتا شعر من بازنمود زبان منه، یعنی اون چیزی که من در حقیقت از دنیای پیرامونم میگیرم و در یک پروسه‌ای از ذهن من به زبان من میرسه و من فکر میکنم اون چیزی که برخی منتقدی همیشه در مورد شعر من گفتن که شعر من شعر تصویریه و این تصویرها شاید به خاطر اون نگاه سیری ناپذیر منه، چشمان گرسنه منه که همیشه مشتاق دیداره مکانهای تازه است، شگفتیهای تازه، دیدارهای تازه و مشتاق شنیدن قصه های تازه از آدم‌های تازه است. بازنمود اون من فکر میکنم خلق تصویرهای بدیع، یک زبانی که به هر حال سیگنچر و امضای شاعر رو داره و یک جور در حقیقت روایتگر سفرهایی که از دنیای گذشته و بعضی از من من میتونم بگم بعضی شهرها رو درشون زندگی کردم ولی در من تأثیری نداشتم. من با اون شهر آشنایی نکردم، شهر من در خودش نگرفته بود. من فکر میکنم شهر مثل ذهن زنه، باید اونا رو تو بپذیرن، باید شهر رو تو آشتی کنه، شهر باید آشتی کنه، به تو اجازه بده گوش کنار پنهان تنش رو لمس کنی، کشفش کنی، بغلش کنی، ببوسی، حکم معاشقه کنی. اون شهری که به من اجازه رو داده که حکم معاشقه کنم که شعر من راه پیدا کرده. بعضی شهرها اصلا که سالها در زندگی کردن ولی وارد شعر من نشدن، شعر من نشدن. شهرهایی بوده که من شاید سفر خیلی گذره داده کنم که سالها اما یک شعر شدم، اما شهر سالیانی در ذهن می‌گذرد. خانم محمدی اشاره کردید که به شهر زیادی سفر کردید و بعضی اونها رو هم حتی دوست داشتید و به استانبول اشاره کردید که شاید در ضمیر ناخودآگاه شما قبلا در استانبول زندگی کردید. حتی به شعر به استانبول نگاه میکنم با گوش‌های مست در این کتاب نگاه بندازیم که در استانبول هم از اتفاق نوشته شده. ممنون میشم که ابتدا این شعر رو با صدای خودتون در برنامه بخونید تا بعد بیشتر راجع بهش صحبت بکنید. من فکر میکنم ادبیات هر کشوری باعث شده که من به اون شهرها علاقه‌مند بشم، مثل کان و استانبول. و نویسنده‌های مورد علاقه من، شاعران مورد علاقه من به یه شکلی یا موسیقی محبوب من مال اونجا بود. من بعد از استانبول شهری که بسیار عاشقش شدم و حتی خودم رو می‌دیدم که در اونجا بتونم زندگی کنم خواب بود و علاقه من با میلان کندرا به اون شهر شد که پیش از این که به اونجا سفر کنم زندگی کنم و دوستش باشم. استانبول هم محبوب با شاعران و موزیسین‌های انقلابیش با اون ادبیات معترضش بوده که من علاقه کردم. وقتی وارد شهر شدم این درآمیختگی سنت و مدرنیته، این روح شرقی و قدیمی شهر در این حال آدم‌هایی که در این دوره به نظر من مدرن‌تر از تهران بودن، یک ساخت ساز عجیبی، عجیب شدن این تاریخ با مدرنیته من شگفت‌زده می‌کرد. در حالی یک روح آسوری داشت که من روح استعداد خودم رو در این شهر می‌دیدم و یک جوری احساس می‌کردم پیش از این انگار وقتی وارد اون قصر شدم، وقتی وارد خانه من مانشاه سلیمان شدم، انگار اون زن‌ها تو گوش من مجموع می‌کردم. وقتی لباسش رو که دیدم انگار پیش از این من این وقت‌ها رو برسن نکرده بودم، انگار اون مردها من شکنجه کرده بودم، با من محاصره کرده بودم. نمی‌دونم با اینکه خیلی عجیب به نظر میاد ولی شهرهایی مثل اونجا یا پسریشونها اینجا پیش از این در من نیسته بودن یا شهر ممنوعه و درخشی رفتن
شهر منتظر که 50 سال این پادشاه ظالم تمام مردمی که در خدمتش شده در شهر رو تخت کرده. من اینها رو دیده بودم و فکر می‌کنم یکی از اون شعرها در این مجموعه چشمه یعنی ما اصلا این نگاه این اجازه به استانبول نگاه میکنم با گوش‌های مست. این راه با اتوبوس آبی رنگ عمدن اینجا آوردند با فوج اجریب کبوترها و بیقراری پیراهن و دامن و چکمه‌ها. انگار در آینه خبرهایی شده چیزی شده است استانبول. تو کسی را پوشیده ای و این بوی مشروق است از شانه‌هایت، بوی خاک شمدانی، بوی خود فرار رنگش. ای شهر با چشم‌های دریا و امواج رنگارنگ، در بخار پشت سرت دیوارهای پر از ناسزا و نامه‌های عاشقانه چیزی شده است استانبول. با پاهای مفرقی من کجا می‌رویم این وقت شب با این مرده‌های خوش‌رو که چای سیگار تعارف می‌کنند؟ چرا اینجا نشسته‌ایم؟ می‌خواهم زیر باران با این مرد سنگین معاشقه کنم این شهر، تا بخارا تا به رحله بخوانم ای شهر، گوش بخوابانم به تن تبریزی‌ها، هواباد نعره هاست امشب. چقدر عاشقی می‌چسبد این دست‌های به‌ترک، این مغازه‌ها بحر سفید، شکوفه‌های انار، لک‌لک‌ها در آب و توی پیراهن‌ها سایه رقص می‌کردیم. این اتاق را چطوری پیدا کردیم؟ من با بوی این تخت و لحاف موسیقی شدم. می‌دانستی ما گشتن به همین پنجره‌ها از ته دل با تو خندیدیم. کشش این سطح را می‌شناسه این شهر، این چترهای آوازخوانده. من چیزیم شده با این ابرها، چشم‌هایم نمی‌توانند بگویند استانبول. دست‌هایم خانم محمدی، اگر بخوایم بیشتر به تحلیل شعر استانبول در واقع بنشینیم و به این استانبول نگاه میکنم با گوش‌های مست، راجع به این گوش‌های مست اول صحبت بکنیم و این در هم آمیختن مستی و گوش باز هم آیا با در واقع دیدگاه‌های شما باید به سراغ ادبیات کلاسیک بریم و این گوش‌های مست را تحلیل بکنیم یا خیر؟ شاید سوال شما منو ببره تو دل زبانی و زمینی که برحال آغشخور فکر می‌کنه دقیقا همین ادبیات غنی فارسی ما. برحال زبان من وامدار ذهن منه و ذهن من برحال داده هاش رو از خوانده ها گرفته و من از کودکی برحال عجیب بودم با شاهنامه فردوسی، با غزلیات شمس، با مقالات شمس، با فیلم با خلیان، با حافظ، با سعدی و اینها رو بارها خوندم تا شاعران دوره های مختلف تا برسیم به شاعران معاصر. سطرهایی یادم بیاد اگر که درست بخونم: آینم مرد محالات نیم، شب چشم شد، یا من گنگ خواب دیده و آدم همه کورو کرد. اگر درست بکنم متاسفانه مردم رفرنسم حافظم خیلی روش مطمئن نیستم.
ولی این آشنایی زدایی به هر حال یکی از بارزهای زبان شعر منه و وسواسی که من همیشه داشتم این عنوان‌ها نه تنها عنوان کتاب مستقل دلم می‌خواسته ما از طریق زبانی که به تعبیر می‌رسیم و از طریق زبانی که من در ذهن مخاطبم سوالی رو ایجاد می‌کنم و از طریق این سوال هاست که اون تعلیقی که ایجاد میشه بین شعر من یا زبان شعر من با ذهن مخاطب من و دریافت نهایی که این از این شعر از این زبان پیدا می‌کنیم و فکر می‌کنم پیدایی‌ها رو اتفاق می‌افته ماحصل اون اتفاق زبانیه که شاید در پی ایجاد و فرق شد. از این جهت من خوشحالم برای این شاید از بیشتر کتابی که این سال ایجاد کرده کتاب یواش بوده نه تنها عنوان کتاب بلکه عنوان تمام شعرها و سطرها رو میده و حال تونسته این پارادوکس رو این آشنایی گرایی رو یک زبان در این حال که تازه یک پلی بزنه بین زبان محاوره زبان گفتار با یک زبان ابداعی زبان مدرن زبان متشکل برای مخاطبین شعر. خانم محمدی ما تصویر شما را نداریم متاسفانه ارتباط ما با خانم محمدی قطع شده امیدوارم که به زودی ارتباطمون با ایشون برقرار بشه دوست داشتم که با شما بینندگان عزیز راجع به این اشعار بیشتر صحبت بکنم تا بتونیم با خانم محمدی وصل بشیم و گفتگومون رو ادامه بدیم خط روایتگری که خانم محمدی در اشعار این کتاب بیشتر میشه ازشون دید زاویه من هست خانم محمدی ما تصویر شما را نداریم اگر لطف کنید تصویرتون رو به ما بدید حدود 44 دقیقه از وقت برنامه ما گذشته و متاسفانه ارتباط ما قطع شد با ایشون که مشغول برقراری هستیم راجع به خط روایتگری در اشعارتون میخوام صحبت کنم این معنی که شما در اشعارتون دارید آیا من شاعرانه شماست آیا شخص خود شماست یا اینکه من دیگری است میخواستم راجع به این معنی که در اشعارتون هست برای ما بیشتر صحبت کنید بفرمایید در حقیقت فلسفه من در شعر من وامدار اون فلسفه من در هستیه یعنی نگاه من همیشه به هستی مثل آنچه که مولانا میگه در عاشقی پیچیدم منم هستی این هستی رو در عشق دیدم و شاید از طریق شعری که من روایتگر این اندیشه بودم در من فکر میکنم تجربه زیست محیطی و تجربه زیست شناختی که شاعر از خودش داره در شعرش منعکس میشه چه به صورت خودآگاه چه ناخودآگاه اما صمیمی‌ترین راوی همواره برای من راوی من بوده که البته متاسفانه بیشتر اوقات خیلی مشکل‌زا بوده برای اینکه متاسفانه حتی مخاطب امروزی من یا مخاطب امروزی ادبیات ما فاصله فرقی بین راوی و نویسنده راوی و شاعر قرار نمیده اینه که به نظر میاد انگار تمام شعرهای من یک بخشی از تجربه شخصی و من روایتگر اون هستم به خصوص بعد از کتاب عکس خودش بازی یا همون کتاب که عنوان خود این کتاب همیشه در باستان بزرگی من شروع شد این پیش داوری ها و قضاوت هایی که با من به عنوان شاعر میشد نه با راوی در این شعر فلسفه ضد اون نگاه سکسیسم ضد اون نگاه تبعیض‌آمیز و تحقیر شده سرکوبگر زن اساسا شعر من صدای زنهایی که اون مستوری پوشیدگی
زندگی رو کنار زدن و خواستن این نگاه دوگانه رو بشکنن، یعنی این تفریقی که همواره تاریخ ما برخوردار بوده ازش و زن رو به شکل بردهداری، به شکل لکاسه یا زن اصلی زیبایی که برای سال هدایت در موسیقی برنامه کنه و ادبیات کلاسیک ما از حتی شاعران بزرگمون نگاه که به زن دارن، زن که به فرمان در فارسا تا شاعران امروزی مرد زنه فرقی نمی‌کنه. زنهای مرگمون همیشه در خدمت سرکوب و اکتشاف بودن و اینکه بتونن به جایگاهی رو در دنیای مردانه ایجاد کنن. من شاید آگاهانه به خصوص دوره روزنامه‌نگاری در تضاد و ضدیت با اون نگاه فاحشه حرفه لطافت در مقابل مادر فرشته بودم و همیشه از طریق اون تمیز تلقیف شعرهای من داره، از اون نگاه زنانه، از اون زبان زنانه همیشه خواستم اون نوعی که ذهن و هم مسموم مخاطب من، تاریخ زدی مخاطب من داشت بزرگ شده و باش علمی شده رو بشکنم و این کشفی که من از خودم، از تنم، از تنانگی، از دنیای زنانم، از تمام مشکلات، موفقیت‌ها، شادی‌ها، عشق‌ورزی‌هایی که کشف کردم و رسیدن به این شهود که به قول سیمون زنی که به اون آزادی میرسه انتخاب میکنه و من خواستم این نگاه رو، حالا چقدر موفق بودم نمیدونم، ولی خواستم این نگاه از طریق زبان شعرم به مخاطبم، به خصوص به زنان سرزمین رو برسونم، زنانی که در راوی من شعر من صدای اعتراض طغیان اون زنی که در پی کشف، در پی شکافته شدن اون نگاه لکات اصلیه، صدای زنانی که خواستن دیده بشن، شنیده بشن، بحثای یک روزنه رو باز کنن در این مرکزون و دیدن که ما از این مسئولی رو از منطقی توسیقی رها شده، یعنی ریسک دیگه رو تحقیل میکنه که این انتخاب در حقیقت باید آگاهانه باشه، یعنی زنی که به این فهم میرسه میتونه دست به انتخاب بزنه و هیچ انتخابی با بدون قبول مسئولیت بود و مسئولیت یعنی تنهایی، مسئولیت یعنی سختی، مسئولیت یعنی تفریق، مسئولیت یعنی زندان، مسئولیت یعنی تنها موندن، سختی کشیدن، کار مدام کردن. این چیزیه که من خیلی دارم میخواد زنان نسل جدیدم، یعنی آزادی فرار از مسئولیت نیست، اتفاقا برعکس قبول مسئولیت با همه وجود روشن و تاریخ. بسیار خوب. بریده ای از یکی از اشعار این کتاب رو میخونم. آینه گلویش میگیرد، من از عکس‌هایم میآیم بیرون و فقط از چشم‌های تو یک ریز میبارم. این برشی از یکی از اشعار کتاب بود. حدود 50 دقیقه از وقت برنامه ما گذشته و در 10 دقیقه آخر میخوایم راجع به جغرافیا و محدوده تخیل این شاعر هم صحبت بکنیم. خانم محمدی، محدوده تخیل شما در این کتاب به طور عمده دیده میشه که گاه به جان بخشیدن به اشیا میرسه، حتی به شهر هم شما جان میدید، با استانبول صحبت میکنید، چیزی شده استانبول، یا حتی یکی از اشعار را میخونم. وقتی فنجان چای کلاغ نگاهم میکند، گلویم مزه قار میگیرد، ساعت با منقار سیاه تا صبح، و تلفن سرسام میگیرد از سکوت، من از تو کبود میشم. تخیل شما گاه به عناصر
طبیعت هم در این کتاب کشیده شده. پله ها رو موزی شما خطاب میکنید، یادش بخیر، چشم های زرد اول صبح، و یا حتی با باد صحبت میکنید، میگید باز چه کسی به دست باد دیوانه دف داده است. اینجا راجع محدوده تخیل خودتون در اشعار سپید این کتاب برای ما بیشتر توضیح بدید. در حقیقت شعر اگر از نظر من عناصر تخیل و تصویر رو نداشته باشه اصلا شعر نیست. شعره که فقط در محدوده زبانی میمونن و حسی رو منتقل میکنن، به نظر من هیچ وقت در حافظه عاطفی ما نمیمونن، چون اون رابطه عاطفی رو برقرار نمیکنن. اینم آگاهانه نیست، در حقیقت یک جور برآمده از اون نگاه من یا فلسفی من به هستیه. در حقیقت من فکر میکنم شعر صمیمانه ترین رابطه حسی ماست با جهانه. یعنی به نظر من همونجور که بعد تمام شاعر بزرگ جهان گفتن، شعر زبان اطلاع متعالی زبانی که ما داریم، حالا به هر زبانی که داریم صحبت می‌کنیم، شعر در بالاترین مرحله زبان و این اتفاق به نظر من فقط وقتی در آینه برای من می‌تونم که این منعکس کننده اون حالت تعبیر راوی یا شاعر در ذهن مخاطب. آینه در حقیقت اون معنای متنی که در این بستر محیطی و تاریخی من برای مخاطب می‌سازم و شاید بتونم بگم که غیبت همه اون چیزی که آرزوی اومده، غیبت اون کسی که آرزوی حضورش رو همیشه داشتن و در حقیقت کشف اون در دنیای ذهنی که اون فضا رو می‌سازه. فضایی که من خودم وقتی به عنوان مخاطب می‌کنم. متاسفانه ارتباط ما با خانم محمدی مجدداً قطع شد. سعی میکنم که یا قطع نشده، سعی میکنم که مجدد با ایشون تماس بگیریم تا ادامه گفتگومون را با ایشون پیگیری بکنیم. یکی دیگه از برش های این شعر را دوست داشتم که برای شما مخاطبان بخونم. در انتهای برنامه هستیم و متاسفانه ارتباطمون با ایشون قطع شده. یک برشی از شعر را میخونم. دارم با صدای بلند ابرها شعر میگویم، آفتاب را قلف کردم زیر زیرفونه همین حوالی دریا بیا اینجا. خانم محمدی، در اواخر گفتگو با شما هستیم. ممنون که زودتر وصل شدید و ما میتونیم گفتگو رو با شما پیگیری کنیم و به نوعی به انتها ببریم. خانم محمدی، اگر بخوام به عنوان آخرین سوال از شما پرسشی داشته باشم که شما به عنوان یک شاعر چه نوآوری اومدی در این کتاب کردی و چه خلاقیتی با این کتاب خودتون به مجموعه شعر فارسی اضافه کردی؟ حقیقتش که واقعا پاسخ این سوال خیلی سخته، چون هر نوع پاسخ بدم نمیخوام خودخواهانه و خودستایانه باشه. من ترجیح میدم اینو عزیزانی مثل شما که با این دقت و کتاب خوندین نقد کردین، نقد به این معنی که ازش پرسش دارید و به نظر من هر کشفی با پرسش آغاز میشه، با سوال آغاز میشه و اگر که این کتاب در ذهن مخاطبین ایجاد سوال کرده، یک رابطه عاطفی داشت برقرار کرده، تونسته باش عاشق بشه، دلش برای کسی تنگ بشه، گریه کنه، بخنده، من فکر میکنم تونسته راهی رو باز کنه
در جامعه همخوان ما ولی به هر حال من فکر می‌کنم اگر فقط به عنوان شاعر در مورد این کتاب صحبت کنم، من می‌تونم بگم چه شعر این کتاب امضای زبانی من می‌تونم بگم اینها کامل‌ترین و منسجم‌ترین دنیای شاعرانه من به تصویر کشیده. این دنیای پنهان، زبان پنهان، عشق پرخطر، عشق پرهستن، اون کشف شهود، اون دلتنگی، اون نوستالژی، اون سرگشتگی و اون طغیانه و در این حال زبانی که شاید بتونم بگم واقعا نسبت حداقل به شعرهای دیگر سرشار از اون تازگی و تصویرهای بدیع اون تخیل و اجازه. خیلی ممنون خانم محمدی. ممنون میشم که خیلی کوتاه قبل از اینکه ارتباط مجددا با شما قطع بشه برای ما بفرمایید که نحوه دسترسی و خرید این کتاب شما برای هموطنان و همزبانان ما در سراسر جهان به چه صورت هست؟ من فکر می‌کنم بهترین انتخاب آمازون. من بقیه یک صفحه رسمی دارم در نشر آمازون که تمام کتاب‌های من عکس فروش بازی تاپر کموشو میزنه تابیس میشوی و یواشای ترمیسی میتونم در آمازون پیدا کنم. در این حال نشر ناکجا در پاکستان به عنوان ناشر و نماینده فروش کتاب هم حضور داره و وجود داره. بهترین خریدار شاید از طریق آنلاین باشه برای اینکه امکان دسترسی برای فارسی‌خوان‌های ما در همه جای دنیا وجود داره از طریق آنلاین. خانم شیدا محمدی خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. به عنوان سخن آخر اگر مطلب یا نکته‌ای دارید برای بینندگان و مخاطبان این برنامه خیلی کوتاه در 1 دقیقه بفرمایید. میتونم بگم تنها عشق که محصول آگاهی تن و آزادی تنه. امیدوارم از من تا همه کسانی که بیننده و شنونده این برنامه بودن به این آگاهی و این آزادی برسن. برای همه شما آرزوی دنیای عاشقانه رو دارم و اگر عاشقید آرزو میکنم که این عشق براتون پایدار و خوشایند و خوشحال باشه. سپاس از اینکه این فرصت برای من و یواشای ترمیز ایجاد کردید که من بتونم با مخاطبینم به صورت واسطه صحبت کنم و بسیار خیلی ممنون از شما خانم محمدی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. بینندگان عزیز امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. برنامه‌مون رو به انتها میبریم. ارتباطمون هم کم و بیش با خانم محمدی قطع شد. امیدوارم که به سهم خودتون از این گفتگو استفاده کرده باشید تا دوشنبه دیگه و گفتگوی دیگه با آرزوی آگاهی برای همه شما مخاطبان گرامی بدرود و پاینده باشید. خدا نگهدار.